در قرآن عظیم الشان حل کل مشکلات وجود داره. در درس قرآن و در درس تفسیر قرآن تمام سوالات جواب گفته میشه، ولی مشکل چی هست که ما در درس تفسیر و در درس قرآن اشتراک نمیکنیم. تنها منتظر چی هستیم؟ منتظر ای هستیم که کی برای کی بدگویی بکنه و واسه ما این بدگویی ها را چه قسم به جانب مقابل انتقال بدیم. در بدگویی و به گپا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتر نگفتن، مجنون نگفتن، شاعر نگفتن. الله از پیشش دفاع نکرد. وقتی اونا گفتن که ابتر است، الله گفت که انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دشمنت دم بریده هست. امروز رسول الله صلی الله علیه و سلم چند میلیون پیرو داره، دوست داره و نامش در هر جای هست، اما نام دشمنایش گرفته نمیشه و اگر گرفته میشه و به بسیار ذلت. عزت و ذلت به نزد الله هست. نباید از مخلوقات ما عزت بخوایم یا ذلت بخوایم. اگر عزت میخوایم در قرآن است، اگر میخوایم راه حل مشکلات پیدا بکنیم در قرآن عظیم الشان است. چهارمین مشکل یهود ما را درس فکر وقتی که میته قرآن بر ما میته. مشکل یهود چی است؟ مبتلا شدن به شرکیات خطرناک است. اهل کتاب در شرک مبتلا شدن، شرکای بسیار خطرناک. نصرانی ها مجسمه عیسی مسیح علیه السلام گرفتن. اون مجسمه عیسی مسیح نیست. عیسی مسیح در کتابشان اگه برین بخوانین، در کتابشان وقت شما برین بخوانین، در این بایبل که اینا فعلا در دست خود دارن، من هم میکنه از تصویر گرفتن خالق تصویر نگیرین. اینا مجسمه جور کردن مثل بت پرستا. شما تصور بکنین چی فرق است بین از اینکه یک نفر پیغمبر پرست باشه، ملائکه پرست باشه، جن پرست باشه، انسان پرست باشه، درخت پرست باشه، حیوان پرست باشه. پرستش غیر الله شرک است. ولو که یک کسی در پای پیغمبر سجده میکنه، در شریعت ما، در شریعت های قبلی به نام سجده احترام بود. برادرای یوسف علیه السلام برای یوسف علیه السلام سجده میکردن، ملائکه با آدم علیه السلام سجده احترام و حکم الله بود. اما حال حکم الله چی است؟ که انسان نباید به مخلوق عبادت بکنه و سجده بکنه. خب آل یهود و نصارا با انواع مختلف شرک مبتلا شدن. والله متعال میگه که ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله مغفرت نمیکنه کسی که شرک بیاره. امروز ما و شما برش بسیار عذر بدیم، بسیار برش راه پیدا بکنیم. الله میگه من نمیبخشم. الله میگه این نه چی مانا؟ این نه را علما در زبان عربی میگه که این نه از حروف مشبه بالفعل است. من مجبور هستم براتون درسای نحو صرف هم بفهم که بسیاری دوستایی رو نمیفهمم. میگه این نکس از حروف مشبه بالفعل است. چرا مشبه بالفعل است؟ یعنی میگه خودش یک حرف از معنای فعل میده. به معنای چی است؟ تحققت و تیقنت. الله متعال میگه که ان الله یقین داشته باش و متحقق باش که در هیچ شک نیست که الله شرک نمیبخشه. تو هر قدر عذری که برای مشرک دیدی، الله میگه من اینمی مشرک نمیبخشم. اگر باز کدام مشرکی که جاهل است او را در آخرت باز من خودم میفهمم حسابش محاسبه شه. مشرکی که خوب برش درس دین رسیده و امیال دستش موبایل هست و امیال درسای دین برش هست و کلیپ ها را هم میشنوه و باز از زیر کلیپ دشنام میته، الله متعال را میبخشه؟ نه، جاهل است. خود جاهل گفته نمیشه. این خوب و شار فهمیده است از موتو کده. مثلا اعضای پارلمان جاهل هستن، پروفسورای پوانتون جاهل هستن، استادی که امروز ما بحث میکرد بین پوانتون در مورد خالق متعال و خودش پوهاند است، پیشروی کل شاگردایم بحث میکنه و شرک میاره و کفر میگه. آیا این جاهل است؟ وقتی که برش بگوی جاهل میگه تو جاهل هستی، تو احمق هستی.
اینال الله متعال میگه که این کسی که شرک میاره ایره الله نمیبخشه. خواه 6 قسم شرک است در قرآن عظیم شان، 6 قسم است. شرک در ذات است، شرک در صفات است. یک تعداد در ذات الله شرک میره، مسلمان ها در ذات الله شرک نمیره. در صفات الله بسیاری کسا در صفات الله شرک میرن، در افعال الله شرک میرن. مسلمان از کلمه میخونه، حج میره، عمره میره، روزه میگیره، نماز میخونه، لکن صفت شفا دادن الله را به قبر میته. اینی قبر، اینی زیارت چی است؟ زیارت دندانا را جور میکنه. او زیارت دیگه زیارت است که مریضا را جور میکنه. او زیارت است که مثلا سردردی را جور میکنه. او زیارت است کمردردی را جور میکنه. الله میگه که ابراهیم علیه السلام که موحد بود، خودش میگفت که و اذا مرضت، ما ابراهیمی که ام ولی الله هستم، ام نبی الله هستم، ام رسول الله هستم، ام خلیل الله هستم، ام خودم پیغمبر هستم، ام اولادایم پیغمبر است. اذا مرضت، ما خودم وقتی که مریض شدم، فهو یشفین، او ذاتی که عالی مقام است، او ذات مرا شفا میده. پس اینجا است الله نمیبخشه، الله نمیبخشه. شفا فعل الله هست، صفت الله هست، برای مخلوق میده. خلق کردن، الله دختر و پسر میدن. یک کسی میخواد ادعا میکنه که من برای دختر و پسر میدم، اولاد نمیشه. بیا من برای تو یک چیز نوشته کنم که برای تو عاجل دختر و پسر شود. خودت آقا جان کجاست اولاد پسرت؟ بعضی کسایی که خودشان تعویض میده، خودش نه دختر داره نه پسر داره و سردرد است پشت پسر و دختر و خودش هم خنده میکنه که من خودم پسر و دختر ندارم. مردم برای من میگه تعویض بده که من صاحب پسر و دختر شم. من از کجا بکنم؟ من از کجا بکنم؟ یک تعداد فالبینا مثلا روز چند خانم و چند مرد پیش فالبینه ها میرن و پیش از این فالبینا استاد میشن و فالبین برش دستش میگیره. تو میگی این چیزا کار پر تو اینه در کتاب میگه یک هفته بعد سر تو غم میایه. خب یک هفته بعد سر تو غم میایه چی مانا؟ ای از کجا فهمید که یک هفته بعد سر ما غم میایه؟ این فالبینی، تعویضگری، جادوگری یا هر کسی که هست، از کجا فهمیدی؟ نمیفهمه. لکن از کجا؟ میگه علم غیب ادعا میکنه. آیا یک هفته بعد سبا ما نمیفهم؟ من 5 دقیقه بعد نمیفهم، 1 دقیقه بعد نمیفهم که چی گپ میشه، 1 ثانیه بعد سر خود نمیفهم که چی گپ میشه. الله عالم الغیب است. اینا میگه من 1 هفته بعد تو را خبر میدم. خب این کسی که ادعای علم غیب میکنه، این شرک در صفات الله داره. ان الله لا یغفر ان یشرک به. چرا مردم فریب میتن امی واقعیت را بر مردم نمیگن؟ علما وظیفهشان چی است؟ مکلفیت علما چی است؟ خب آیات قرآن را برشان بگوین که الله شرک قبول نمیکنه. امی کاری که خودت میکنی شرک است. این تعویضگری، فالبینی کسی که است، این شرک است. این ساحر که است، جادوگر که است، این شرک است، در شرک مبتلا هست. خب این حاله این خود مشرک شد، کافر شد فالبین. خب مراجعینش، بله مراجعینش هم کافر میشن. چرا مراجعینش کافر میشه؟ به خاطر که ایمان چی است؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و العمل بالجنان. مراجعین وقتی که آمد، وقتی که برش میگه که 1 هفته بعد سر تو مشکل میایه، این با این باور میکنه، راست میگه. وقتی گفت راست میگه، اقرار به زبان شد، تصدیق به قلبم کرد و برش میگه 5000 میتونم این مشکل مرا رفع کن، تقدیر مرا تو تغییر بده. پس اینجا 2 عقیده پیدا کردی مراجعین. اول عقیده به این شخص عقیده کرد که یه علم غیب داره، این یک کفرش. دوم این میتونه تقدیر تغییر بده. قادر و مقتدر و قدیر، تقدیر کننده کی است؟ الله هست. این صفات قادر و قدیر و مقتدر الله را برای کی میته؟ برای فالبین میته. با 3 صفت الله کافر شد. 4می صفت علم غیب الله هست، کافر میشه. چقدر تعداد کسایی هستن که حتی پیش اون دوها میرن برای تعویض گرفتن و فال دیدن؟ چقدر مردم هستن به این مسائل؟ فال حافظ حتی به چیز در صفت علم غیب الله شریک میسازن. حافظه و همچنان امو یک دانه گنجشکه کسی، یک بلبلک است، اون میمانه بازو یک ورق میگیره، بازو ورق که بلبل کشید، باز میگه که این سر توی مصیبت میه، سر تو فلانی میه. این از کجا پیدا شد؟ حافظ میفهمه غیب منه؟ غیب میفهمه. او یک شاعر بود، نه غیب میفهمه. این بلبلک یا غیب میفهمه. الله میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله کسی که شرک به او بیاره، چی در ذات الله بیاره، چی در صفات الله بیاره، چی در افعال الله بیاره، چی در عبادت الله. چقدر مردم هستن به غیر الله عبادت میکنن، سجده نمیکنن برای مخلوق، رکوع نمیکنن در مقابل مخلوق، خدا ذلیل در مقابل مخلوق نمیسازن. در قبر
چی که برین شما در قبرهایی که مثلا هست، ما خودم دیدیم در قبر بی بی خدیجه الکبری، امروز ما نفر رفتم قرار در پیش جنت المعلا، میگن در مکه مکرمه قبر ام المؤمنین خدیجه الکبری هست، قرار در پیش قبر استاد است و امات استاد است، مثل که یک نفر در نماز استاد باشه. حتما دوستا بودن، یکی سون دیگه سعی کردیم، گفتن این شرک است، حالت قیام عبادت که به همون قسم ذلت و عاجزی و بیچارگی و خاص اما پیش زبان خود گفته میره، این شرک است. ان الله لا یغفر ان یشرک به. بسیاری کسایی که نمیگن خدا فریب میدن و گردن خدا بسته میکنن. خب اگر یک کس نمیفهمه، اما یک کسی که میفهمه باید برای مردم بخیزی خود تشریح بکنه و بگویه و ما مکلفیت ماست که باید برای مردم بگویم. ولو شرک در تشریع، امروز به میلیون ها انسان در شرک در تشریع، در قانون سازی، قانون حلال و حرام، قانون جایز و ناجایز، قانون خوب و بد، قانون کی تعیین میکنه؟ کی تعیین میکنه که چی خوب است چی خراب است، چی درست است چی غلط است، چی حق است چی باطل است؟ الله تعیین میکنه. امروز قانون حقوق بشر ملل متحد نساخته، ملل متحد از خود یک طاغوت جور کرد، خود با الله شریک کرد. کسایی که پیروی از این میکنن آیا و قانون از این میپذیرند و با قانون از این باور دارند؟ این شرک در قانون نیست، شرکی در تشریع نیست، این شرک در طاعت الله میگن. طاعت الله را نمیکنه، طاعت مخلوق میکنه. ان الله لا یغفر ان یشرک به. الله نمیبخشه چی در ذاتش شرک بیاری، چی در صفاتش، چی در افعالش، چی در نامهاش، چی در عبادتش و چی هم در اطاعتش. دیشش و یغفر ما دون ذلك. ببینید شرک است و یغفر ما دون ذلك، به غیر از شرک کل گناه ها، گناه صغیره و کبیره کلش هم مادون گفتن. ما و شما قتل چقدر بزرگ جلوه میتیم، میگیم چقدر گناه بزرگ از قتل یک کس میکشه، یک بیگناه را. یک کس زنا کرد چقدر سر ما تاثیر میکنه. این الله متعال میگه که اینمی زنا و گناه و یاره الله اگر خواست میبخشه، اگر توبه بکنه خب میبخشه، اگر توبه نکرده باشه در دنیا، شرک هم در دنیا میبخشه که توبه بکنه. اما اینجا میگه در آخرت الله شرک نمیبخشه و یغفر ما دون ذلک. قتل را که ما شما بسیار بلند فکر میکنیم، حالا بسیاری کسا در شرک مبتلاست، هیچی در نظرش نمیه. ببینید شیطان چقدر کار میکنه. یک نفر در شرک مبتلا هست، این برش در نظرش نمیه. اما اگر یک نفر یک گناه که صغیره کرد، گناه صغیره کرد، متوجه هستین؟ حتی چیزی که هیچ گناه نیست او را کرد، این بسیار کلان جلوه میده. مثلا شما در یک زیارت برین که بوتایتان، در یک زیارت برین که بوتایتان. اما کسی که در شرک مبتلا هست در اونجا عبادت میکنه و سجده میکنه و مخلوق پرستی میکنه. اما شما سعی که در شرک مبتلا هست قرار هیچ گپ نیست. اگر کس مثلا عبادت غیر الله را میکنه، با قبر سجده میکنه و رکوع میکنه و طواف میکنه، این ما باور بکنیم به چشم خود در هندوستان دیدم. و اما دیدم یک کسی همونجا امرای چبلقای خود رفته بود. چپل کسی آتا گیا من درگاه میں قیامت ہو گیا. یعنی چی؟ انسان در کعبه شریفه، در مکه مکرمه، در بیت الله میتونی طواف با بت‌های بکنی. یعنی در بیت الله شریف اجازه هست انسان با امرای بت‌های خود طواف بکنه، سعی بین صفا و مروه با بت‌های خود بکنه. یعنی هیچ کدام مشکل نیست. حاجی با همون چبلقک خود میتونه طواف بکنه. اما این چیزی که هیچ پروانه، اما در زیارت باید از چند کیلومتر چبلقای تا بکشی و اینجا با پاپوش داخل از زیارت نشی. الله میگه که شرک بسیار کلان است و الله شرک نمیبخشه. لکن مردم چی میگه؟ نه دیگه گناه ها بسیار چی هستن، اگر یک صغیره را انجام دادی بسیار سر تبصره میکنه. اما در شرک کلان او بیخی برش خرد ساخته. شیطان میگه نیست. شیطان وقتی یک کسی در شرک مبتلا کرد میگه خلاص حالا بیا از این مشرک است، در شرک مبتلا است، اگر روز 1000 رکعت نفل بخونه قبول نمیشه. اگر هر قدر ذکر بکنه، تسبیح برده و هر قدر زحمت بکشه، کلش برش هیچ منفعت نیست، کلش باطل است. پس وقتی که کل ازی باطل است، بار که زحمت خدا بکشه و بان شب تا به صبح زحمت بکشه.
با تو نیست که بعضی کسا گفتن نمیشه. یک وقت من در زندان بودم، یک دو نفر بود، یکیش از اردوی ملی بود، یکیش از پلیس ملی بود. یه همراه ما در زندان بندی بودن و یک بندی دیگه از مجاهدین بود. خب این دو نفر بندی که بودن، خب یکیش پلیس ملی است و یکیش اردوی ملی هست. اساس کدام گناهی که کردن در اونجا بندی هستن و ما در اتاق هستیم. همین مجاهد بسیار آدم شجاع بود. این برای گفت که برادر ما بر شما توصیه میکنم. این دو نفر دیگه روزه میگرفتن، روز و شب دیگه عبادت کو، یک قدر گریه میکردن، عبادت میکردن. او برشان گفت که برادر تو در پلیس ملی هستی، تو در اردوی ملی هستی، تو همراه امریکایی در صف امریکایی‌ها با دفاع از امریکایی کردی و میکنی، تو مرتد هستی. اول از ارتداد توبه کو، باز بعد از اون بیای نماز بخوان، عبادت بکن، باور بکن. میره برشان گفت یعنی زحمت که شما میکشین، یعنی زحمت تان خو نمی کلش هدر است. خوب هم تو صراحتاً برشان تشریح کردن. خب من گفتم والا خبر از اینا. گفت اینا حتما یا میان و میگن که بیا زمین توبه بکنه. پیش وقتی که برآمد بیرون رفت و بر من گفتن استاد میبینی چقدر افراطی هست، این چقدر افراط میکنه و چقدر متشدد است، چقدر چطور است، چقدر چنان است. یعنی قبول نکرد. یعنی شرک است، کفر است. یک نفر در صف کفار در پالوی کافر استاد شده و سلام در دستش است و همراه کافر در یک جبهه به اون طرف میره. انسان باید توبه بکنه. کسی که کرده اشتباه کرده، الله ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم، توبه کردیم، رجوع بکنه تا وقتی که مرگ سرش نبیه. اما اگر مرگ آمد الله نمیبخشه. این حال شرک یکی گناهی خطرناک هست که در روز آخرت قبول نمیشه. متوجه باشین شرک، کفر، ارتداد، هر چیز در دنیا تا که فرصت داری پذیرفته میشه. اون نیست که شرک اگه یک نفر بگه ما در شرک مبتلا هستم الله خزناق قبول نمیشه. نه خیر، این حکمش در آخرت است. یعنی در آخرت الله مغفرتش نمیکنه. اما در دنیا اگر توبه بکنه، بله در دنیا میتونه توبه بکنه و یغفر ما دون ذلك. و الله متعال دیگه گناه ها را اگر توبه هم نکرده باشه، توبه کرده باشه خب الله توبهش قبول میکنه. اگر یک نفر توبه هم نکرد و گناه های صغیره و کبیره مبتلا بود، الله متعال میگه چون این مادون از شرک است، ممکن است که الله به رحمت خود ببخشه و ممکن است که الله به عدالتش چه ثابتش و در دوزخ ببرش. اما به شکل موقت، چون شرک نآورده گناهگار است. ولی امروز در آخر زمان که سؤال فعلا از گناه کردن شرک بسیار زیاد است. از گناه کردن شرک بسیار زیاد است. یک کسی برای من گفت که امی خواندن قوالی رو بشنوم یا خواندن یک خواننده ایندی رو بشنوم، یک خواندن ایندی رو بشنوم، این زیاد گناه داره یا این قوالی رو بشنوم؟ من گفتم اون گناهی که از او فاسق میشی که تو خواندن ایندی میشنوی، فاسق میشی یا گناهگار شدی. اما در قوالی که چون تو یک حرام من حیث عبادت انجام میده، میگه خو عبادت است، خو ثواب داره، خو اجر داره و این قوالی هست و در این شرکیات میگه و کفریات میگه، با این تو کافر میشی. از اینکه از قوالی کده او گناهش کمتر است، این در کفر میپرده. چرا در قوالی که است این کسایی که قوالی میخوانن به قصد عبادت میخوانن که یعنی ثواب داره، عبادت است. ما امشب ثواب گرفتیم. حتی یک وقت یک دو تا جوان آمدن در پیش من در مسجد پانتون بودیم، شش تا بودن و یکی از این مرا گفت استاد این موسیقی چطور است چنان است، همین سمی یوسف از یاد دوزاشو چطور است چنان. گفتم یا خب گناه هست، حرام است. خواندن سمی یوسف که است وقتی کلش اول شرکیات است، گناه هست، بسیار چیزای خطرناک داره و دیگه یا این کارا میکنن به قصد عبادت میکنن و این بدعت است. و وقتی که یک کسی یک بدعت نو میره و بالاخره این چی میکنه بسیار خطرناک است. انسان حتی بسیار گناهش بزرگ است. گفت نه این کارا نمیکنم. چطور است؟ چون که همین چالان کرد که همین سمی یوسف گپ شروع کرد که ما امشب رفتیم در یک جای، همین تمام شب ما به عبادت الله مشغول بودیم. در شب تمام شب چی کرده؟ اونجا دیگه میگه قوالی است، خواندن است، با ساز و با موسیقی. حتی اگر یک کس قرآن با موسیقی چی کنه بخوانه کافر میشه. اگر کس آیت قرآن به همراه موسیقی میخونه، یعنی ساز و طبله و گپا هست و به همراه ازی آیت قرآن میخونه. خب دی خواندنای چیز که چقدر کلمات قرآنی هستن. این بسیار خطرناک است. حداقل انسان از یک عالمی که مفتی از دانشمند است از پرسان کنه بگه ببخشید صاحب یک کسی کلمات قرآنی را، نام الله را، اینا را با موسیقی میخوانن، آیات قرآن با موسیقی میخوانن، حکمش چی است؟ حکمش چی است؟ باز مفتی صاحب حکم برتان میگه.
ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد. و من یشرک بالله، ببینید الله متعال دیگه چی میگه. قرآن کلام الله هست، فکر کنید بالای خود ما نازل شده. الله میگه و من یشرک بالله، هر کسی که به امرای الله شریک آورد، فقد افترى اثما عظیما، میگه تهمت بسیار بزرگی با الله کرده. خودش که مرتکب گناه شده، سر الله تهمت کرده. چه قسم سر الله تهمت میشه؟ یعنی یک چیز را که الله نگفته عبادت است، این مشرک میگه عبادت است. الله نگفته که به ملائکه عبادت کو، الله نگفته به پیغمبر عبادت کو، الله نگفته به اولاد پیغمبر عبادت کو. این شیخ، این آخوند لونگی چی میگه؟ آخوند است. این باز میخیزه امی قبر پرستی و مخلوق پرستی و پرستش حسین و پرستش علی و پرستش صحابه و پرستش آل بیت و پرستش از دیگران، این مشروعیت میده. این حالی کسی که در شرک مبتلا میشه، الله میگه که و من یشرک بالله، کسی که به امرای الله شریک آورد، فقد افترا، یقینا افترا کرده، تهمت کرده با بسیار گناه بزرگ. گناه بزرگ هم است و تهمت بسیار خطرناک هم است که در مورد الله سبحانه و تعالی کرده. پنجم مشکل اهل کتاب چی هست؟ اهل کتاب عادت دارن که با وجود این کثافات فکری، اعتقادی و عملی، اینا بسیار خود تزکیه میکنن که ما بسیار مردم خوبی هستیم. بسیار خود تزکیه میکنن. الله متعال میگه الم تر الی الذین یزکون انفسهم، میگه آیا ندیدی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف ای اهل کتابی که خود تزکیه میکنن نفسهای خود، ما بسیار خوب مردم هستیم. بل الله یزکی من یشاء، بلکه الله هست که پاک میسازه و تزکیه میکنه کسی را که خواسته باشه. ولا یظلمون فتیلا، به اندازی بسیار یک چیز کم اینا بالایشان ظلم نمیشه. خب این آیت قرآن. قتاده یک تابعی است از جمله مفسرین قرآن است. امام طبری از قتاده رضی الله عنه چی ذکر میکنه و میگه کسایی که خود تزکیه میکنن چی میگه؟ الم تر الی الذین یزکون انفسهم. قتاده رحمه الله میگه و هم اعداء الله الیهود، اینا دشمنای الله یهودیا بودن. زکو انفسهم، اینا نفسهای خود تزکیه کردن به امر لم یبلغوه، به کاری که اونا به او نرسیده بودن. فقالوا، مثلا چی گفتن که خود تزکیه کردن؟ اینا گفتن نحنو، یعنی ما یهودیا، ابناء الله و احباؤه، اینا گفتن ما یهودا فرزندای الله هستیم و دوستای الله هستیم. میگه یک نفر در شار نمیمان، یک کسی را میگه در شار نمیمان، اون میگفت که مرا همی اسب مریم، یک کسی رفته بود کدام قریه یا دی او که از او دی نمیماند از دروازه که تو داخل شده دی قریه نمیتونی. این میگفت که ببخشید من پیشنهادم است که همی اسب مرا در خانه ملک بسته بکنه. تو یهود الله لعنت میکنه، دشمن الله میگه و تو را قرده و خنازیر میسازه، از تو شادی میسازه، خنزیر میسازه و باز تو میخیزی میگه که چی هسته؟ نحن ابناء الله و احباؤه. تزکیه هست. ما ابنا چی نمیگن؟ ابنا جمع ابن است، ابن پسر میگه و ابنا پسران. ما پسران الله هستیم از الله و احباؤه و دوستای الله هستیم. و قال و همشان میگفتن که لا ذنوب لنا، برای ما هیچ گناه نیست، ما گناه نداریم. یهود گناه نه. امیال هم یهودیایی که امیال در فلسطین مسلمان ها را میکشن و 30,000 طفل و زن و بیچاره را کشتن و امیال هم اونا را از گشنگی و از فقر و از بیچارگی چی میگن؟ اینا کلشان چی میگن؟ پیش خود میگن که ما بسیار خوب مردم هستیم، ما بسیار مردم خوب هستیم، ما هیچ مشکل نداریم. و حتی دشمنای از اینا را سعی کنن که از اینا دفاع میکنن، میخوان مظاهره میکنن به نفع از اینا. میبینه که قدر نفر کشت، دل انسان در میگیره، لکن صرف میفهم که یا الله یا رأوت اخذ بکو انشاءالله مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود و ابو جهل اینا باریم ذلیل میشه، ذلیل چون انشاءالله الله میسازه. ولی مشکل در ما هست که ما هزارات تن از مسلمان ها مانع جهاد هستند. امروز چرا؟ امروز مثلا کشور مصر است، اگر به نام جهاد کدام جوان بره، اول مصری ها میکشش، حکومت مصری. اگر از رای لبنان بری لبنانی ها میکشید، اگر از رای اردن بری اردنی ها میکشید، اجرای چهار اطرافه که از اردن بری اردن میکشید.
اینا یا کسانی تواقیتی که به نام مسلمان ها هستند یا کلشان حمایتگر اسرائیل هستند. از این خاطر اسرائیل با جرأت و یک جای کوچکی که است بیچاره را سرشان ظلم میکنه و کشته میده. اگر این طاغوت ها نمی بودن و برای جوانای مسلمان اجازه میدادن که به جهاد برن، باور بکنم با امیریش سفید خود همونجا میرفت. اگر امکاناتش باشه والله بسیاری مسلمان ها همین دلشان کفیده هست، ریش سفید، جوان، پیر، هر کس آرزو داره که کاش که یا الله فرصت باشه و ما همونجا بریم و در پالوی مسلمان فلسطینی همونجا چی کنیم که در مقابل اسرائیل، در مقابل یهودیا بجنگیم و جهاد بکنیم و اینا را شکست بدیم. لکن مشکل ده چی است؟ مشکل ده ای است که بسیاری مسائل هست که سبب از این شده که یهودیا دستشان بلندتر است و بسیاری وقتا چی است، حتی مجاهد واقعی اونجا نمیمانند. مجاهد واقعی، مسلمان واقعی که به خاطر اعلای کلمت الله جهاد بکنن اونجا نمیمانند. حتی بسیاری اگه فلسطینیا میگن جنگی که میکنن ببینیشان شعار وطن و این گپا را میزنن، در حالی که انسان مسلمان نباید به خاطر وطن و به خاطر دموکراسی و این گپا باید جهاد بکنن. جهاد لاعلای کلمت الله لتكون کلمت الله هی العلیا، فقط به خاطر دین الله. از این خاطر اگه به خاطر دین الله شد، فلسطین وطن ما هم است، وطن کل مسلمان ها است. این دیگه یهودیا چی گفتن؟ حسن رحمه الله میگه هم الیهود و النصارى، اینمی کسایی که خود تزکیه میکنن یهود و نصارا هستن. قالوا نحن ابناء الله و احباه و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا و نصارا. این ادعای دیگر کردن، خود تزکیه کردن و گفتن که در جنت داخل نمیشن مگر یهود و نصارا. یهود و نصارا داخل جنت میشن، تزکیه است دیگر ها داخل جنت نمیشن. و ضحاک میگه یهودیان میگفتن که لیست لنا ذنوب الا كذنوب اولادنا یوم یولدون. میگه ما چه قسم گناه داریم؟ میگه گناه ما مثل گناه عمو تفلکای ماست که نو تولد میشن. فان كانت لهم ذنوب فان لنا ذنوبا، اگر اونا گناه داشته باشن باز ما هم گناه داریم. یعنی به این معنی که ما هیچ گناه نداریم، تو از گناه پاک هستیم، مثل که یک تفلک نو تولد میشه. میگه طفلی که نو تولد میشه گناهکار است؟ نه. پس ما یهودی‌ها هیچ گناه نداریم. این صفت است. از این خاطر مسلمان نباید خود تزکیه بکنه. ولا تزکوا انفسکم هو اعلم من اتقى. ما اجازه نداریم که خدا یا کس دیگر، اگر یک کس را میگیم که اینی نفر به نظر من خوب آدم است، بگیم احسبه كذلك ولا ازکی علی الله احدا. ما گمان میکنم که این شخص خوب آدم باشه. ما گمان میکنم، چون حقیقت از اون که مثلا او چی حقیقت داره من نمیفهمم که چی قسم آدم است، لکن من گمان میکنم که خوب آدم است. والله حسیب، الله محاسبهش بکنه، الله خوب میفهمه، چون ما نمیفهمیم. ولا تزکوا انفسکم، این امر بر ما و شما هم است، نهی است که باید تزکیه کسی را نکنیم. و اگر میگیم که من این قسم گمان میکنم این فلان نفر خوب آدم باشه، والله اعلم. ششم، اهل کتاب دیگه چی عیب داشتن؟ بر الله افترا و تهمت میکردن، سر الله تهمت میکردن. چی میگفتن؟ انظر، الله متعال میگه کیف یفترون علی الله الکذب. چه قسم اینا بالای الله تهمت میکنن. امی که خود دوست الله قرار میدن، به این معنی که الله ما را دوست خود گفته و ابنای خود، پسرای خود گفتن. الله میگه انظر ببین کیف یفترون علی الله الکذب، اینا چه قسم بالای الله به دروغ تهمت میکنن. و کفا به اسم مبین، امی گناه آشکارا برشان کافی هست که اینا در دوزخ برن. که سر الله تهمت میکنن که گناه ما گناه نیست، ظلم ما ظلم نیست، ما اقارب الله هستیم، ما ابنایش هستیم، فرزندایش هستیم، ما دوستایش هستیم. از این خاطر در عدالت الهی مردم در شک میپرده که چطور الله ذات عادل است و یهودی که قدر مسلمانا را میکشه ای باز هیچ گناه نداشته باشه. الله میگه اینا تهمت میکنن، خوب اینا را بشناسین. هفتم صفت اهل کتاب چی است؟ ای به جبت و طاغوت ایمان میرن. به جبت و طاغوت ایمان آوردن است. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. میگه آیا ندیدی کسانی که برشان کتاب داده شده اینا به دو چیز ایمان دارن، یکی جبت است و دیگه طاغوت است. به این دو چیز ایمان دارن. مسلمان فکر طبیعی که مثل اهل کتاب واره به جبت و طاغوت ایمان نبیری، به این دو تا کافر شویم. خب یک کس شما پرسان بگید که همین جبت چی مانا، طاغوت چی مانا؟
خب آیت ختم میکنیم، میبینیم که علما جبت چی را میگن و طاغوت چی را میگن. یک صفتشان که چی میکنن؟ ایمان به جبت آوردن. دوم صفتشان ایمان به چی آوردن؟ به طاغوت ایمان آوردن. و سومشان چی هستن؟ و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. برای کافران میگه که شما کافرها از مؤمنا کرده خوب هدایت شدین. ایگه به اهل کتاب. خب این سه نقطه را باید سرش بحث بکنیم یک کمکی. اول علامه ابن کثیر میگه که الجبت کلمت تقع علی الصنم والکاهن والساحر و نحو ذلك. میگه جبت کلمه هست که بالای بت اطلاق میشن، اینا با بت ایمان داشتن. والکاهن چی را میگه؟ همین فالبینایی که علم غیب ادعا میکنن، مثل فالبینای ما و شما میکنن. این دو کار. و کاهن همچنان کسایی که بس ضد ما انزل الله قضاوت میکنن، از دل خود، از نفس خود. مردم میرفتن در هر منطقه یک کاهن بود و او کاهن برشان چی میکرد؟ برشان قضاوت میکرد. این دیگه صفتشان. و ساحر، جادوگر، به این چهار چیز اینا جبت گفته میشه. پس اینا کسی که بت پرستی میکنه، کاهن پرستی میکنه، یعنی به فالبینا باور داره، به کسی که علم غیب ادعا میکنه پیش از او میره. و همین قسم ساحر پیش ساحرها میره که برای ازی سحر بکنه، جادو بکنه و امثال ازی. خب الجبت شناختیم. آل طاغوت چی میگه؟ که این اهل کتاب به این طاغوت ایمان داشتن و ما و شما به خاطر ازی گفته میشه که این مرضهای یهود نداشته باشیم. حالا ما باید وقتی که نسخه را میتیم اولی نسخه را سر خود تطبیق بکنیم که من خودم این مشکل را نداشته باشم. امام ابن قیم رحمه الله میگه ثم اخبر سبحانه ان من تحاكم او حاكم الى غیر ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت و تحاكم الیه. میگه هر کسی که الله متعال میگه خبر داده که هر کسی که تحاکم میکنه، یعنی محکمه طلبی میکنه یا قضاوت میکنه یا دادخواهی میکنه به غیر از آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده، یعنی مخالف قرآن و سنت، فقط حکم الطاغوت، اینجا طاغوت حاکم گشتانده و تحاکم الیه و پیش از او رفته محکمه طلبی کرده که در قسمت مطلوب خیلی این چیزا فیصله بکن. خب طاغوت کی هست؟ علامه ابن قیم جوزی میگه که و طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده، هر بنده ای که از حد خود پای خود بیرون کرد، از حد تجاوز کرد، من معبود او متبوع او مطاع. سه قسم هستند: یا معبود است، یا متبوع است، یا مطاع است. معبود چی معنی؟ یعنی کسانی که مردم دعوت میکنن که بیاین عبادت مرا بکنین. او متبوع، یا طاغوت متبوع، او طاغوتی که چی هستن؟ مردم نمیگه که عبادت مرا بکنین. اینا متبوع هستن، میم ت ب و عین. طاغوت متبوع او طاغوتی هست که به نفع طواغیت کلان، به نفع پادشاه و رئیس جمهور ضد شریعت الله فتوا میده. احبار و رهبان در یهود بودن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. وقتی که عدی بن حاتم پرسان کرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما اینا را عبادت نمیکردیم، عدی قبلا نصرانی بود، مسلمان شده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم او فکر میکرد که یعنی اگر شما یک کسی را فقط رکوع و سجده بکنین، او را معبودتان ساختین یا ربتان قرار دادین. اینجا وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آیت خواند که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اهل کتاب احبار علمای خودن و رهبان پیرای خودن ارباب جور کردن، معبودان خود جور کردن، صفات رب برازو دادن به غیر از الله. عدی بن حاتم گفت که ما این کارا نمیکردیم، که ما بخیسیم مثلا برای اونا عبادت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان فرمان که وقتی اینا حلال الله را حرام میکردن، حرامش حلال میکردن، از اونا مطابقت میکردین، از امی علما و از امی پیرا گفت کار میکردین. امیز گفت یعنی شما این ربتان قرار دادین. چرا؟ یاد عالمی که ضد قرآن و سنت فتوا میته خودش به طاغوت متبوع مبدل میشه. از این خاطر اصطلاحات باید ما شما بفهمیم. طاغوت معبود کدام یکی است که ادعای
عبادت میکنه، به این بر من عبادت بکنین و اگر کسی در مقابلش عبادت میکنه این خوشحال است. این طاغوت معبود میگن. طاغوت مطبوع چرا میگن؟ کسی که به نفع پادشاه ها و رئیس جمهورها فتوای ضد شریعت الهی میدن، میفهمه که حکم شریعتی است. مثلا در زمان مثلا کمونیستا 40-50 تا طاغوت مطبوع بود شون اسلامی میگفتن. اینا چی میگن طاغوت های مطبوع؟ وقتی که برشان رئیس جمهور میگفت، نجیب و کارمل و اینا برشان میگفت که بخی بر ما به نفع روس یک فتوا بده که موجودیت روس یا دوست ما هست، میخواست برش میگفت که آهای روسا که از دوستای شمالی ما هستن. پس اینجا اینا به طاغوت مطبوع است. پس اینا یا او طاغوتی که بر از او عبادت میکردن یا طاغوت مطبوع داشتن، پیروی از علما و پیرای میکردن که اونا ضد شریعت الهی برشان فتوا میداد، او مطاعن. و طاغوت قسم سوم طاغوت های مطاع هستند.